به نام خداوند نیکوکار. درود دوستان و هم‌میهنان عزیز. چون روسا میگویند دلای دبره برسای و وادو، یعنی نیکی کنو در آب پرتا. ولی امروز برعکس شده است. نیکی کنو با اینترنت با یوتیوب پرتا. 1 کیلو پیاز، 2-3 جوال یعنی لینچه پیاز را صدقه میکنیم و در اینترنت میدهیم که انا ما صدقه کردیم، نیکی کردیم. ولی در حقیقت ما نیکی همون را باید پنهان داریم. چنانه که امروز یک جوانمرد تاجیک، حتی نامش نگفت، 50 مرده جوان تاجیک را از روسیه، مرده هایشان را یعنی گروپ را باری 200 یا گروز 200 را به تاجیکستان را روان کرد. امروز چیپتا یعنی بلیت نرخش کمش از 30,000 تا 47,000 در اینترنت میبینیم. خود تصور کنید که هر مرده جای 4 آدم را میگیرد و چه خیلی نیکی کرد. و ما باشیم نیکی میکنیم در اینترنت میپرتویم، یک مشاک کارتوشکا میدازیم و در اینترنت ما رو بینه کمک کنیم. در حقیقت این کمکی بلاگرهای کمک خودشون است. این کمکی که ما میکنیم با آنها و آنها 20-30% رو در جیب خود میزنند و با خماندهشان نشون میدن که نه باز یاردن کنید که ما کمک کنیم. البته ما میدونیم هستند کمبغلان، هستند آنهایی که محتاج 30-40 سامان ما را دارند. البته اونها بسیارتر شما می‌بینید در کجا؟ در دوشنبه نزدیک بازار سخاوت، نزدیک بازار کاروان، در خوجند نزدیک بازار اتوش، نزدیک بازار پنجشنبه. این بهتر صاحب است که ما خودمون آنها را کمک رسانیم. این کار خوب است که در اینترنت هم بعضی جوانها میخوان که فاند یعنی ذخیره خزینه کشوند و کمک کنند. ولی هر انسان خزینه کشا اول او برای خودش فکر میکند و با خبر باشه که اگر انسانی که او را نمیدانیم و او کمک نکنیم. مثلا حاجی میرزا در یک سخناش میگوید که از اینترنت از سخنهای خودم یگان پول یگان فایده ندارم، ولی ما میبینیم گروه هستن از نام حاجی میرزا در یوتیوب در اون طرف زنگولچه نوشتگی است که اسپانسر وقت یعنی کمک رسانید و ما نمیدونیم که اون انسان ها کیند و ما آنها را کمک میکنیم. با خبر باشیم حتی کمک آنها شاید مقابل ما باشد، شاید آنها نه بلکه از نام اسلام حتی سکته های باشند که آنها مقابل حکومت باشند و ما جوابگر باشیم که یعنی ما کمک کردیم این سکته ها را. و برادران عزیز، بسیار جوانان ما در مسجدهای روسیه یاردم میکنند، کمک میکنند توترها را. خیلی دوستان عزیز، سخن من اگر کسی را قهر نمود بگذار مرا ببخشید، زیرا خداوند بخشنده است. نیکی کنو به دجله انداز تا ایزید در بیابانت دهد باز.